خب دوستان، تو این ویدیو قرار سینتکس های زبان CSS رو با هم بررسی کنیم. چه جوری نوشته میشه، به چند مدل نوشته میشه و غیره. من 2 تا عکس آماده کردم، حالا بیشتر براتون توضیحش میدم. تو این دوره من بازم مثل دوره قبلی HTML بازم از سایت WTD استفاده میکنم، بخاطر اینکه خیلی کامله دیگه. حالا اول همه ما اصلا چجوری استایل میدیم؟ خب قبل از اینکه بیام اینو توضیح بدم، ما اصلا به چند روش استایل میدیم. ما 3 روش استایلهی داریم. یکیش اینلاینه، خب یکیش اکسترناله، یکیش هم اینترنال. خب که حالا اینا رو بیشتر توی محیط VS Code بهتون توضیح میدم. اینا رو بعد میریم توی VS Code بیشتر باهاتون کار میکنم و توضیحش میدم. میایم سراغ این عکس و توضیح این. من یه چیزی توی دوره قبلی HTML گفتم که شما باید حتما بتونید انگلیسی رو بخونید. انگلیسیتون باید قوی باشه. به عنوان یه برنامه‌نویس، به عنوان یه کسی که با کامپیوتر کار میکنید، باید بتونید این متن رو ترجمه کنید. خب و من تو هر ویدیو، هر دفعه که میام توی سایت WTD، شما بعد از من میرید توی اون صفحه و میشینید این متن رو ترجمه میکنید، میخونید و کارهایی که آموزش شدم رو تمرین میکنید، برای اینکه راحت و بهتر و مفهومی بتونید یاد بگیرید CSS رو. حالا سلکتور ما به این شکل استفاده میدیم. اولش سلکتور بذاریم توی این عکس خیلی راحت تر براتونه. این خیلی براتون راحت تره. سلکتور به چیا میگیم؟ به نام المانی که دادیم، یا حالا همون آیدی یا کلاسمون. خب ما به این 3 تا چیز میدیم، استایل میدیم. پس ما به چه چیزایی استایل میدیم؟ ما به نام المانمون، آیدیمون یا کلاسمون استایل میدیم. ما اول از همه نام، حالا یا آیدی یا کلاس یا المانمون رو مینویسیم، گیوم باز میکنیم و بعد میایم یه دایرکشن، اگه درست گفته باشم، دیکلیشن چیزی، حالا بذار باید اینو ببین. هر جایی که گیر کردید، حالا من تو تلفظ این گیر کردم، این تلفظش قشنگ ببینین، هیچ خجالتی هم نداره. declaration من اینو یادم رفته بود، عذرخواهی میکنم. حالا declaration ما یه کالر داریم، یه پراپرتی داریم، یه ولیو. پراپرتیمون هر چی میتونه باشه، میتونه کالر باشه، پوزیشن باشه، نمیدونم بوردر باشه. حالا اینا بیشتر بهتون توضیح میدم، یاد بگیریم اینا رو. ولیومون اون چیزیه که به پراپرتی میدیم. خب مثلا من میخوام به این المانمون، حالا این المانمون رو فرض میکنیم یه متنه، خب یه متن H1 یا حالا H2، من میخوام به این یه کالر بدم، میخوام متنمون رو رنگش رو تغییر بدم، کالرش بلکه، میخوام وایتش کنم. خب میام گیومه میذارم، کالر رو مینویسم، 2 نقطه. ببینید بعد از پراپرتی، شما همیشه توی CSS بعد از پراپرتی باید 2 نقطه رو بذارید و بعد از اتمام ولیو باید اسمش رو یادم رفت، حالا اینو بذارید، اسم اینو یادم رفت، حالا بیخیالش. حتما این عملیات رو باید انجام بدید. اینجا حالا من میخوام کالرم رو سفید کنم، خب میخوام متنم رو سفید کنم، میام به جای هر رنگی که دلم میخواد، گرین، یلو، نمیدونم هر چی که دلم میخواد، یا حتی کد رنگیشو مینویسم. خب یا مثلا حالا اینجا یه استایل دیگه بهش داده، گفته بک‌گراندشو، ببینید بک‌گراند، پس زمینه‌شو میخوام بلو باشه، میخوام آبی باشه. خب حالا بهتره که با هم بریم دیگه توی محیط VS کدمون و کار کنیم تا بهتر و مفهومی تر یاد بگیریم. من یه نیو فایل میزنم، حالا دسکتاپ سیوش میکنم و خب
اول از همه ما قراره که با هم یاد بگیریم اینلاین و اینترنال و اکسترنال چیه. خب بریم ببینیم چیه. ببینید من میخوام برای اولیش یا همون اینلاین استایل رو بخوام توضیح بدم. مثلا من حالا اینجا یه استایل یه تگ h1 دارم، توش نوشتم مثلا پرینت. مثلا میخوام به این پرینت یه استایلی بدم. خب اینلاین با ما چجوری از طریق اینلاین استایل بدیم؟ اینلاین یعنی بیایم توی خود لاین استایل بدیم. ببین از اسمش مشخصه، این لاین، داخل لاین. من میام اینجا می نویسم استایل، اون خودش میاره، اینتر که بزنی خودش میاره. بعد حالا نویسم کالر رو، رنگی که مد نظرمه. خب پس استایل دهی اینلاین داخل لاینه. شما بعد از تگتون باید یه اسپیس بزنید، کلمه استایل رو بنویسید و مساوی و دابل کوتیشن رو شروع میکنید به استایل دهی دیگه. حالا یه روش دیگهش اینترناله. اینترنال یعنی چی؟ شما میایین بعد از تگ تایتل، یعنی حالا بعدش نه مهم نی، توی تگ هد شما میایین یه تگی نویسید به نام استایل، ببین خودش میاره استایل. می‌نویسید حالا توی اینجا میایین تگ h1 تون رو صدا میزنید، می‌نویسید آقا تمام h1 ها بیا من میخوام کالر تو رو چه رنگیش کنم؟ براونش کنم. خب پس این شد اکسترنال. پس ما توی اکسترنال چیکار میکردیم؟ میومدیم توی تگ هدمون یه تگ استایل مینوشتیم و تگمون رو دوباره صدا میزدیم که تگ تو تگی شد. تگمون رو صدا میزدیم داخل اینجا و شروع میکردیم به استایل نویسی. حالا انواع مختلفی توی دو نوع داریم توی صدا زدن تگ ها که حالا بیشتر جلوتر براتون بیشتر توضیح میدم. این شد اینلاین، این شد اکسترنال. حالا میریم سراغ این شد اینترنال. حالا میریم سراغ اکسترنال. اکسترنال یعنی چی؟ اکسترنال یعنی تمام کدهای CSS مون رو در یک صفحه مجزا، در یک فایل مجزا به نام استایل CSS بنویسیم. ببین ما الان توی فایلیم به نام index.html. اگه یادتون باشه ما گفتیم آقا این ایندکس اصلا مهم نیست که چی باشه، اصلا مهم نیست که این ایندکس نمیدونم حالا هر چی میخوایم باشه، سایت باشه، این مهم نیست، فقط HTML مهمه. .html همیشه باید باشه، ولی ایندکس حالا هر چی دلتون میخواد بذارید. style.css هم دقیقا همینه. به جای استایل هر کلمه‌ای که دلتون بخواد میتونین بذارین، ولی .css رو نمیتونین عوضش بکنین. خب من میام یه نیو فایل دوباره میزنم، می‌نویسم style.css. خب تو همون دسکتاپ سیوش میکنم. ما برای اینکه ایندکسمون رو HTML مون رو به CSS مون متصل بکنیم یه راه وجود داره، اینکه بیایم توی تگ هدمون یه لینک بنویسیم. خب لینک که رلش استایل شیت باشه، اچرفش استایلمون باشه، style.css مون. پس ما اومدیم فایل style.css مون رو متصل کردیم به index.html مون به این طریق. خب اگه اینو ننویسید index.html تون نمیتونه استایلتون رو بخونه و خب سایتتون مطلقا بدون استایل میمونه. پس این هم شد که استایلتون. و حالا من میخوام بیام توی استایل CSS یا همون روش اکسترنال کد نویسی کنم. تو اینجا چه شکلی انجام میدیم؟ آقا اینجا هیچ فرقی با اینترنال نداره، فقط تنها فرقش اینه که شما دارین توی فایل مجزا نویسید. حالا بخوام خیلی راحت بهتون بگم من اینو کپی میکنم اینجا پیستش میکنم، هیچ فرقی نداره چه من این کدو توی اینلاین بنویسم چه توی اکسترنال، فرقی ندارد. خب پس مرور میکنید اینلاین، اینترنال، اکسترنال. اینلاین شد داخل خود لاین تگمون، اکسترنال
اکسترنال شد یک فایل مجزا برای سایتمون به نام style.css که توی داخل اون کد نویسیمون رو انجام میدیم. اینترنال شد توی خود فایل index.html توی قسمت head تگ استایل میایم خب شروع میکنیم به کد نویسی. پس این مفهوم رو فهمیدیم. حالا مدل نوشتن کدهای CSS زیاد تفاوتی با HTML نداره، پس خیلی تفاوتی با HTML ندارد. فعلا برای همین جلسه بسته. ما یه مفهومی از سینتکس رو فهمیدیم که حالا چجوری بنویسیمش و چند مدل استایل نویسی داریم. فعلا برای این جلسه بسته. تا همینجا رو یه تمرین ریز بزنید. یه سری استایل حالا همینجوری هرچی دلتون میخواد، مثلا بخوام چیز نوبانه بهتون بگم، هرچی اینجا آورد و خب شما همینجوری روش کلیک کنید و یه استایل حالا بهش بدید، یه استایل طبق همینجوری، فقط همین. من تنها چیزی که میخوام یاد بگیرین این اینلاین و اینترنال و اکسترناله و روش نوشتن کدها. ببین ما گفتیم یه پراپرتی داریم، بعد دو نقطه‌مون یه دونه ولیو داریم و بعدم میبندیمش. خب اگه خواستیم ادامه بنویسیم یه اینتر میزنیم که کدامون مرتب باشه، وگرنه من میتونم اسپیس هم بزنم و بیام بنویسم. خب اما برای اینکه کدام مرتب تر باشه، میایم یه اینتر میزنیم و بعد شروع میکنیم به نوشتن. اوکی بریم جلسه بعدی.